سلام، میخوام خیلی خلاصه و سریع روش کار با سامانه هامیم رو براتون توضیح بدم تا بتونید از امکاناتش بهتر استفاده کنید و مهارت‌های قرآنی خودتون رو بالاتر ببرید. به کافه بازار برید و اپلیکیشن های هامیم رو دریافت و نصب کنید یا از دوره ها و امکاناتش در سایت hamim.ir استفاده کنید. با نصب و اجرای برنامه یا ورود به دوره در سایت هامیم، دو مسیر تعیین سطح و جلسات آموزشی در اختیارتون قرار میگیره. روش کار در بخش تعیین سطح اینه که ابتدا فیلم توجیهی اون سطح رو مشاهده میکنید و نمونه صحیح قرائت رو میشنوید و بعد متنی رو که تعیین شده میخونید و صدای خودتون رو ضبط میکنید. اگه از تلاوتی که ضبط کردید خوشتون اومد، اونو ارسال کنید تا در سامانه هامیم ارزیابی بشه. برای اینکه بتونیم با پیامک بهتون بازخورد بدیم و نتیجه ارزیابی رو چه در سایت و چه در موبایلتون بگیرید، لازمه وقت عضویت شماره تلفن همراهتون رو وارد کنید. البته مطمئن باشید همه اطلاعات شما محرمانه باقی میمونه و تمام مراحل ارزیابی صداها بدون دسترسی به مشخصات افراد انجام میشه. اینکه جنسیت کاربر رو میپرسیم برای اینه که قرائت خانوما رو کارشناسان خانم انجام بدن. اگه قرائت شما در هر سطح درست باشه، پیام تاییدش براتون میاد و دسترسی سطح بعدی براتون باز میشه و همینطور میتونید به سطح‌های بالاتر برید. اما اگه اشکالی در قرائت ارسالی باشه، اون اشکال رو با یه ویدیوی آموزشی کوتاه براتون ارسال میکنیم تا قرائت جدیدی رو ضبط و ارسال کنید و اینطوری نکات جدیدی رو یاد بگیرید و به سطح‌های بعدی برید. این دوره‌ها جلسات آموزشی هم داره تا بدون نیاز به تعیین سطح هم بشه از این آموزش ها استفاده کرد. در بین این جلسات تمرین و خودآزمایی پیش بینی شده و آخر هر جلسه هم میتونید در آزمون شرکت کنید تا تیک تاییدیه اون جلسه رو بگیرید. همه سوابق آموزشیتون رو میتونید در بخش پیام ها و سوابق آموزشی ببینید و اگه گواهی این دوره ها رو نیاز داشتید، فقط کافیه با مسئول های سامانه هماهنگ کنید. حتما در کانال تلگرام و صفحات هامیم در شبکه‌های اجتماعی عضو باشید تا در جریان دوره‌ها و برنامه‌های بعدیش قرار بگیرید و قطعه‌های کوتاه آموزشی رو مرتب دریافت کنید. قرآنی و نورانی باشید.